در زمان صاحب استقلالی مملکت زیر سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و حکومت مملکت در قطار رشد ساحه‌های مهم دولتداری توجه خاصه خود را نسبت به ساحه تربیت جسمانی و ورزش ظاهر کرده به رشد من بعد آن زمینه‌های معیاری حقوقی را فراهم آوردند. به همین خاطر همساله کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با راه‌اندازی یک چاره‌بینی محتشم بهترین های سال را معین نموده قدردانی می نماید. مراسم جایزه سپاری ساحه تربیت جسمانی و ورزش در سال 2023 که با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در مرکز خدمت رسانی دنیای آش برگزار گردید. در مراسم جایزه سپاری یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رحمانزاده عبدالله قربانعلی و رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گل احمدزاده ذوالفقار احمد اشتراک و سخنرانی نمودند. ضمن سخنرانی قید گردید که ثمره همه آن دستگیری‌ها است که امروز ورزشکاران موفق تاجیک با توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و سیاست پدرانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مسابقه‌های سطح بین المللی اشتراک نموده برای باز هم بلند برداشتن پرچم و نفوذ تاجیکستانی صاحب استقلال تلاش‌های بیشتر می‌نمایند. باید قید کرد که در زمینه سیاست ورزشپرورانه پیشوای معظم ملت سال هشتم است که غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های سطح بین المللی ورزشی با مکافات پولی‌های جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هوسمند کرده می‌شوند. این دفعه نیز به 68 نفر غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های سطح بین المللی ورزشی و مربیان آنها در سال 2023 جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تقدیم گردید. از جمله به بولتاев دولت و محمدبекov سامان مکافات پولی در حجم 120,000 سامانی و به مربیان آنها مکافات پولی در حجم 30,000 سامانی تقدیم کرده شد. به رحیمov تیمور و عثمانov بهادر مکافات پولی در حجم 80,000 سامانی و به مربیان آنها در حجم 20,000 سامانی مکافات پولی تقدیم کرده شد. به خواجه‌زاده بهروز و صمد و میجگانه مکافات پولی در حجم 40,000 سامانی و به مربیان آنها 10,000 سامانی مکافات پولی تقدیم کرده شد. و یک قطار ورزشکاران دیگری که در مسابقه‌های سطح بین المللی تاجیکستان را معرفی کردند با مبلغ‌های پولی جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردیدند. من میخواهم میناداری خودم برسانم با پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان محترم اسماعیل محمدظاهر برای دستگیری‌هاشون برای خیلی که ما شرایط داریم حاضر سال 2023 یک بهت سال خوب بود برای من با کوشش میکنم ان شاءالله که سال 2024 مدال های آسیا چمپیونات جهان و با بازی های المپیک بیارم نصیب. این باری ششم شود که من از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با این جایزه قدردانی میشوم و طول 3 سال می شود که من بهترین ورزشگری سال انتخاب می‌گردم و این نیز باعث افتخار و سرفرازی است که مهنت و زحمت‌های چندین ساله را طلب می‌کند و من همچون ورزشگر تمامی هستی و نیرو و قوه خود را برای باز هم بالا برداشتن پرچم و نام تاجیکستان را بلند برداشتن حرکت میکنم و امسال یکی از سالهای امسال سال المپیک است و تمامی نیرو و حرکت و کوشش های ما به دست آوردن مدال بازی‌های المپیک می باشد. همزمان از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزمون جایزه ورزشگری بهترین سال، مربی بهترین سال، مکتب ورزشی بهترین سال، بهترین فدراسیون ورزشی سال، بهترین انشاءات ورزشی سال، بهترین شهر ورزشی سال، بهترین وسایط اخباری عامه در ساحه تربیت جسمانی و ورزش، بهترین ساختار محلی در ساحه تربیت جسمانی و ورزش، شارح بهترین ساحه ورزش، ورزشگر جوان بهترین و ورزشگر نورسی
беҳтарин дар соли 2023 эълон намуд, ки беҳтаринҳо муайян карда шуда дар маросими ҷанбастии чорабинӣ қадрдонӣ шуданд. Аз рӯи номинатсияи беҳтарин муассисаи тарғибгари соҳаи варзиш дар соли 2023 муассисаи давлатии телевизиони варзиш муаррифӣ карда шуд. ҷоизаи номинатсияи беҳтарин шориҳи варзишӣ дар соли 2023-ро Мисаев Сорбон ва Парвизи Муҳаммадамин аз телевизиони варзиш соҳиб шуданд. ҳамин тариқ дар охири маросими ҷоизасупорӣ ба хотири болидахотирии варзишгарон чорабинии Фарҳанги Фароғатӣ доир карда шуд.